به نام خدا. سلام. امروز من با اسپورت سوار 2 و تست تصادفش با ماشین 405 میخوام تست تصادف رو انجام بدم. اولین تست رو انجام میدیم. سقف ماشین یه ذره داغون بشه. میخوام این چالش دومی ببینیم ماشین چی پیش میاد. این توی این چالش ماشین به شدت داغون میشه. از چند تا ضربه ماشین کلا داره داغون میشه، داره کلا خراب میشه. سعی میکنیم از این مورد در بریم، ماشین آسیب کمتری ببینه. بله تونستیم از چالش دومی هم با 1000 زحمت بیایم بیرون. بریم چالش سومی رو ببینیم که چی در انتظارمونه. و اینم چالش سومی اتفاقای سقف ماشین آسیب زده. حالا رسیدیم به بهترین چالش این بازی. البته فکر کنم انقدر توی چالش دوم موتور 405 فشار اومده که ماشین دیگه زور نداره بره بالا. یه بار دیگه میریم ببینیم چی میشه. نه ظاهرا انقدر قدرت از دست داده دیگه نمیتونه بره بالا. خب دوستان داخل این فیلم دیدیم که بخش تصادف اسپورت سوار 2 رو با ماشین 405 امتحان کردیم. امیدوارم داخل قسمت های بعدی با ماشین های دیگه هم میام پیش شما. بازم با ماشین دیگه امتحان میکنیم. فعلا که ماشین مشاهده میکنیم داغون شده، توی قسمت های بعدی با ماشین های دیگه تصادف رو انجام میدیم. تا یک استریم و یک برنامه یه بازی دیگه. خدا نگهدار.